در همون مثلا در همون جایی که و را حبس میکنن در همون حبسخانه هم میتونن و این میتونن یکم کاری برسنن حکم قتل از جهت اسلامی اگر گیریم ما حق نداریم که یک از دیگر رو گیریم حکم قتل شو اگر تو رفتی کاری لازم نخیز کشتیم خیلی میسوزه اما ما یه بوه کشید یعنی کدام کاتگوری جنایتش ما میخواین که قتل کنن مثلا کاتگوری و زینو و خیلی بسیار بود همه آدمی که زینو میکنن زینو به غرض از زینو هم بسیار دیدند است شما چی نظر دارد که مثلا حکم قتل باشد یا نباشد؟ نباشد اون نفرایی که جنایت وزنین مثلا میکنن فرض کردیم یک نابالغ رو تجاوز میکنن یا یک جور ترکت میکنن در این مورد یعنی چی کار کنم باید؟ باید نکذب کنم مثلا گفتنایتونه که هم آدمی زاد خیلی همه ما گناهکار گفتیم که ما هم خطا میکنیم نه این یک عمر اینم یکی اولادار باشد فرزندار باشد بچه چی میشد زنش چی میشد کودکو چی میشد این با مثلا کل کردی باید اما انسان کل کردی не надо. Это для нации нельзя. Пусть там американцы, голубой там сами делает, а с американцами такой техника не нужно. Я так понимаю. Так что такой техникарный есть в любой нации, Азербайджане, где бы не было, какой стране не было. Американцы они ввели техникарный, у них, по-моему, есть техникарный. این داور ما در آسمان یعنی که خدا آفریده کیه خدا پس ما چطور آفریده وی رو قتل کنیم ما حق نداره همین کله برای همین من بهترش ترمه کنن آدم شود خیلی بسیارتر سیان مثلا مهلت برای آدم شدن لیکن قتل البته این معلوم است که قتل این ما آدمی زاد من مثلا حق ندارم که اون فریضه خدایا گیرد حقوق شنده من حق ندارم